سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ مهسا رضوی هستم و اینجا در خدمت شما با تدریس ساده، روان و مفهومی تبدیل واحدها به صورت زنجیره‌ای. بریم که با هم یاد بگیریم. ببینید بچه‌ها، ما یه سری یکاهای اصلی داریم، یه سری یکاهای فرعی داریم. شما یکاهای اصلی رو باید حفظ کنید، یعنی طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جریان الکتریکی و کندلا. اوکی، حالا واحداشون چیه یا یکاهاشون چیه؟ طول، متر، جرم، کیلوگرم، زمان، ثانیه، دما، کلوین، مقدار ماده، مول، جریان الکتریکی، آمپر، کندلا، CD. اوکی، یکاهای فرعی چیه؟ یکاهای فرعی یکاهایی هستن که از یکاهای اصلی به وجود میان. لازم نیست حفظشون کنیم، اما چند تا مهماشو با هم بخونیم. تندی یا سرعت رو داریم که متر بر ثانیه است. متر و ثانیه هر دو یکای اصلی هستند و ترکیبشون با هم میشه یکای فرعی. نیرو رو داریم کیلوگرم متر، S2 یعنی ثانیه به توان 2، فشار، انرژی، توان، گرمای ویژه. هر قسمتی از ویدیو رو که میخواین داشته باشین و به نظر من همش مهمه، اسکرین شات بگیرین و بعد داخل دفترتون بعد از ویدیو وارد کنین. الان حواستون 100% با من باشه. سال دهم به ما میگن که باید به صورت زنجیره‌ای تبدیل واحد کنیم. قبل از سال دهم اوکی، مثلا گفتیم 1 متر 100 سانتی متر است، لازم نبود زنجیره‌ای تبدیل واحد کنیم، ولی الان لازمه و قسمت به قسمتش بارم داره. پس بریم با هم یاد بگیریم. برای مثال میگه 2 سانتی متر چند متره؟ دیگه ساده ترین حالت ممکن. ما میایم اون واحد داده شده رو ضرب در ضریب تبدیل میکنیم، میشه واحد خواسته شد. یعنی چی؟ یعنی من میدونم سانتی متر برای اینکه به متر تبدیل بشه باید تقسیم بر 100 بشه و توی فیزیک تقسیم بر 100 رو شما بگیر 10 به توان منفی 2. اوکی، پس ریز به درشت تقسیم میشه، تقسیمم یعنی توان منفی. اوکی، پس من میام 2 رو ضرب در 10 به توان منفی 2 میکنم، بر حسب متر به دست میاد. این میشه ساده ترین تبدیل واحد زنجیره‌ای. پس موضوع چیه؟ اون واحدی که داده، اون عددی که داده رو ضرب در ضریب تبدیل میکنیم، میشه واحد خواسته شده. برای مثال 2 میلیمتر چند سانتی متره. خب این نکته اینجا هست بچه‌ها، برای اینکه نخوای این توانهای 10 رو حفظ کنی، یه بار مثبت یه بار منفی، من یه تکنیک بهت یاد میدم. چی کار باید بکنی؟ ببین اینجا از سانتی متر به متر مستقیما تبدیل شد، اما از میلیمتر به سانتی متر یه پل میزنی به متر. چجوری؟ من میگم من از میلیمتر به متر رو میدونم چیه؟ خب هر یه متری 1000 میلیمتره، پس وارونش میشه 10 به توان منفی 3. به جای 1000 که 10 به توان 3 هست میگم 10 به توان منفی 3. از متر به سانتی متر میدونم چیه؟ درشت به ریز ضرب توان مثبت ضریب تبدیل چیه؟ 100. خب ضرب در 10 به توان مثبت 2. اوکی، 10 به توان منفی 3 ضرب در 10 به توان مثبت 2 میشود 10 به توان منفی 1. یعنی کافیه شما 2 رو اینجا ضرب در 10 به توان منفی 1 کنید، میشه 2 سانتی متر. یعنی 2 میلیمتر میشه 2 سانتی متر. بریم برای بعدی. 2 نانومتر میشه چند کیلومتر؟ ویدیو رو استوب کنید، خودتون حل کنید، دوباره ویدیو رو ببینید. اینجا قراره که از نانومتر برسیم به کیلومتر. خب خیلی طولانیه دیگه، چند تا پل داره. من میام اون مرکزش که ام رو در نظر میگیرم، میگم از نانومتر میخوام برسم به متر، از مترم میرسم به کیلومتر. چجوری؟ هر یه متری 10 به توان مثبت 9 نانومتر. بچه‌ها نشونه بذارید، نانومتر 9. خب وارونش چیه؟ نانومتر به متر میشه 10 به توان منفی 9. نشونه ریز به درشت تقسیمم یعنی توان منفی. حالا از متر به کیلومتر چی داریم؟ ریز به درشت تقسیم ضرب در 10 به توان چند؟ خب توی 1 کیلومتر 1000 متر بود دیگه، پس میشه منفی 3. یه منفی 9 دارم، یه منفی 3 میشه منفی 12. پس جواب میشه 2 ضرب در منفی 12 کیلومتر. درسته؟ این قسمت رو بنویسید تا بریم سراغ ادامه درس.